سلام بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 19 نوامبر است و این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی که با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. نخست با موضوعهای نشر برنامه شناس شوید. وزیر کارهای داخلی روسیه گفت امسال در این کشور قانون شکنی های شهروندان تاجیکستان کمتر شده است. کارمندان فرودگاه شریمتیو مسکو نگذاشتند طبیبان به یک مسافری بیمار از تاجیکستان که از پا افتاده بود سری وقت یاری رسانند. در ناحیه باباجان غفورов بدون جلسه با ساکنان صاحبان خانه های یک محله را مجبور میکنند حوله های خود را ترک کنند تا جایش بلنداشیانه ساخته شود. پولی اجاره پولی میتیم میگن و ما سال 60 شده میگردیم خانه تیاره ما داده کشمنچی با این خانه. برعکس بیانیه و ادعاهای پیشینه مقامات روسیه درباره افزایش جنایتکاری مهاجران تاجیک، ولادیمیر کالاکولتسف وزیر امور داخلی روسیه گفت قانون شکنی مهاجران تاجیک در کشورش کمتر شده است. عین زمان به قول او جنایت به ضد شهروندان تاجیکستان در روسیه کاهش یافته است، هرچند از ماه مارس امسال به این طرف گزارش‌ها درباره لطوکوبی مهاجران تاجیک و بدرفتاری با آنها زیادتر شده است. ولادیمیر کالاکولتسف در این باره روز 18 نوامبر در جلسه مشترک وزارت‌های امور داخلی تاجیکستان و روسیه در مسکو سخن کرد. او هیچ آماری درباره کاهش جنایتکاری به ضد مهاجران تاجیک نآورد. هیئت تاجیکستان را در این جلسه وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده رهبری می‌کرد. در خبری رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه گفته شده است که دو نهاد از افزایش قاچاق مواد مخدر اظهار نگرانی کرده برای تقویت مبارزه با این نوع جنایت به سازش رسیدند. بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس که مقامات روسیه مهاجران تاجیک را به آن متهم می‌کنند، بدرفتاری مقامات انتظامی روسیه با مهاجران تاجیک به حدی رسید که مقامات تاجیکستان مجبور شدند از همتایان روسی خود بخواهند که به این بدرفتاری و آزار و اذیت شهروندان تاجیکستان خاتمه بدهند. اینچنین مقامات تاجیکستان از شهروندان چندین بار دعوت کردند که حداالامکان است سفر به روسیه خودداری کنند. ضمناً در یک حادثه اخیر در شهر مسکو رفتار مقامات انتظامی در فرودگاه شریمتیو و خشم مسافران را برانگیخت. با وجود بد شدن احوال یک زن بیمار تاجیک که برای طبابت به روسیه رفته است، مقامات اجازه ندادند که طبیبان او را سری وقت معاینه کرده به شفاخانه برند. جزئیات در گزارش نسته شوریمه که همکارم زرنگیزی نوروشا تقدیم میکند. احوال یک زن تاجیک در فرودگاه شریمتیو روسیه هنگام نوبت‌پایی برای گذشتن از تفتیش بد شده است. بنا به نقل شاهدان، زن به روسیه برای طبابت آمده بود. وقتی بیماریش خروج میکند در فرودگاه به او سری وقت کمک طبی نمیرسانند. شما در شهرک سوزندارو زده می توانید؟ نه، وای نمی تواند. با من دست پاکنک اسپیردار دهید. یکی از شاهدان این حادثه با ارسال نوار به نسته شوریمیا نقل کرده است که آنها 20 دقیقه کارمند طبی را انتظار شدند، اما در نهایت نتوانستند به بیمار سوزندارو گذرانند. با گفته وی به یاری تجلی زنگ زدند. بعد 40 دقیقه آمد، اما مامورین خدمات فدرالی امنیت روسیه به آنها اجازه ندادند که خط خواب طبی را برای بردن بیمار به داخل درآورند. به نقل شاهد حادثه، در حالی که جمع آمدگان تلاش کمک و نجات زن را می‌کردند، کارمند فرودگاه یک نام مسافران را گرفته آنها را تفتیش می‌نمود و کار را ادامه می‌داد. مسافران میگویند از نمایندگان فرودگاه خواستند زنان و کودکان را به تالار انتظاری درآورند، اما به آنها پاسخی رد داده گفتند شما را پس از شهروندان اوکراین تفتیش می‌کنیم. من رقم 112 را گرفته به یاری تجلی زنگ زدم. آنها گفتند که ما درخواست را از منطقه ترانزیتی قبول کرده نمی توانیم. بگذار کارمندان طبی درخواست را پر کنند. بعد 3 کوشش آنها این کار را کردند. با آنها اجازه ندادند با دستگاهشون درآیند. بالاخره زن را به عربچه عادی معیوبی شناندند و کمتر به خود آمد. به فکرم زنده ماند. او را با دخترش به بیمارخانه بردند. زن را به بیمارخانه بردند و شاهد این حادثه را به وطن راندند. وی که از ازبکستان به مسکو آمده بود گفت در روسیه تجارت دارد و همه سندهایش درست و حق اقامت موقتی داشت، ولی او را به کشور راه ندادند. وی میگوید سری وقت اندازها را می سپارید و یگان قاعده شکنی نکرده بود،
اما بعد 24 ساعت انتظاری او را بازپس به وطن فرستادند. به سفارت ازبکستان در مسکو زنگ زد و به او گفتند باید رسما به سفارت روسیه در ازبکستان مراجعت کند. چند ماه باز مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای وارد شدن به روسیه ساعتها در فرودگاه تفتیش و بازپرسی میشوند. چندین مهاجر تاجیک با ارسال نوار از شرایط و مناسبت ناخوب در فرودگاه شکایت کرده بودند. دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان 3 ساکن این منطقه را به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرده است. آنها رهبران سازمان رشد پامیر، یک تشکیلات وابسته به بنیاد آقاخان میباشند که به از خودکنی یا اسرافکاری عیبدار دانسته شدند. نظر خود محکوم شده ها معلوم نیست. حکم روز 16 نوامبر صادر شده است و جزئیات آن را قبل از برنامه از همکارم میرزانبی خالقزاد پرسیدم. بله، محکوم شده ها 3 نفر هستند. رئیس سازمان قرضه رشد پامیر رخشاد اشوربکووا و 2 زیردست او مورید مولانظر و امیره نیازوف هستند. دادگاه ولایتی اشوربکووا را به مهلت 12 سال، مولانظر را به 11 سال و نیازوف را به مهلت 10 سال از آزادی محروم کرده است. اطلاع زیاد درباره پرونده در دست ما نیست، ولی چند منبع آگاه به رادیو آزادی گفتند که این مسئولان سازمان رشد پامیر در از خودکنی یا اسرافکاری گناهکار دانسته شدند. معلوم نیست تا کجا خود آنها این اتهامات را پذیرفتند و یا نه. اینچنین معلوم نیست آیا آنها از این حکم شکایت میبرند یا نه. درباره محکوم شده رخشاد اشوربکووا همین قدر معلوم است که وی 58 سال دارد و از سال 2011 رهبری سازمان رشد پامیر را بر عهده داشته است. این سازمان که از طرف بنیاد آقاخان مدد مالی میدید به ساکنان نیازمند برای رشد کشاورزی و بخش‌های دیگر قرض میداد. پسر این زن امران موسفشایف سال 2022 بعد ناآرامی‌های تیر ماه سال 2021 در خارخ زندانی شد. وی مربی محاربه‌های آمیخته یا MMA است. و سوال دیگر از همکارم این بود که آیا مقامات رسما پرونده را شرح می‌دهند و نظر خویشاوندان محکوم شدگان چی است؟ مقامات در تاجیکستان تا حال درباره این پرونده هیچ اطلاعی ندادند و خویشاوندانش هم چیزی آشکارا نگفتند. اما علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف سازمان و پرونده رهبران سازمان رشد پامیر را دارای انگیزه سیاسی نامیده گفت این حکم ادامه فشار به کار سازمان و شرکت‌های وابسته به بنیاد آخان و ادامه سرکوب ناراضی‌ها و اعتراضگران در ولایت بدخشان است. بعد اعتراض‌ها از شیوه رفتار ماموران امنیتی در بدخشان در سال‌های 2021 و 2022 ده‌ها نفر از جمله فعالان جامعه مدنی به مهلت‌های طولانی به زندان محکوم شدند. در میان آنها خبرنگاران، کارمندان سازمان‌های جمعیتی حقوق شناسان میباشند و این حکم‌ها را سازمان‌های معتبر حامی حقوق به مثل هیومن رایتس واچ و امنستی اینترنشنال محکوم کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره تفصیلات حکم زندان 3 مسئول سازمان جمعیتی رشد پامیر در ولایت بدخشان صحبت میکرد. در ناحیه باباجان غفورов در شمال تاجیکستان ساکنان یک محله از قرار در جای خانه‌های آنها بنیاد شدن بینای بلندآشیانه نگران و ناراضی هستند. مقامات گفتند که چنین قرار بر پایه نقشه بازسازی مرکزی ناحیه قبول شده است. ساکنان میگویند قبول قرارهای وابسته به ویران کردن خانه‌هایشان بدون به اینابت گرفتن نظر آنها جریان میگیرد. همکارم فرزان محمدی گزارش میدهد. خانواده اسلاموفا چند 10 ساله باز در این حوله زندگی میکنند. آنها در اینجا همچنین پالیس و گرمخانه دارند که برایشان درآمد میآورد. ولی حکومت ناحیه باباجان غفورov میخواهد در اینجا بینای بلندآشانه ساخته شود. دامسازا همون یک بار آمده درفته الکی این شخصیت های همینجا زندگانی میکردگی همشانه سود به دادگی. یک مجلس شدگیش نه، مجلس باید حکومت ناحیه کنیم، ولایت دیگر نماینده قدرتی باید اشتراک کنن. ما خلق اشتراک کردن ما در هیچ کس را دعوت نکرده. می مایم نپرسیده، ما سود به دادگی. بنا به اطلاع دریافتی نصرت الله سلیمزاده رئیس ناحیه باباجان غفورov ماه ایول سال روان قرار کرد که شرکت تاجیک معاصر ساختمان در حدود 33 صد یک زمین از کوچه یاوه جماعت دهاتی یاوه بینای نو سازد.
برای این باید 7 حوله تخریب شود. ماها و یگان مت اطراف جماعت یا اطرافای بالا هیچ که آمدگیش نیه، آگاه کردگاهشون نیه، خانه نپوشیدن، خانه‌تان اتاج میشد گفتگاهشون نیه. ماهای ایون بود تخمین آمده گفتن که خانه شما وزلاس شدگی، خانه‌تان اتاج میشد گفتاسیان. همه ایسی کار کش بکش. در این حوله ها 10 ها عائله با پیوندانشان زندگی میکنند. آنها میگویند در این روزهای سرد از مقامات محلی هشدار گرفتند که خانه هایشان را خالی کنند. تنها در یک عائله شریفوف ها 15 نفر زندگی میکنند. کجا میری؟ من گفتم مننده یک وجبم جای اضافگیم نیست گفتم. چشمی دیدگیم من همین گفتم. یا اتاج گیراماندگیم نیست گفتم. ما حاضر کجا میگیم مکن؟ ما میگن وای پولی اجاره پولی میتیم میگن. و ما سال 60 شده میگردیم خانه تیارم داده کشمنچی با این خانه وقتی پیران سالگینده. ایده از ساکنان در نزد حولیه‌شان به تجارت مشغولند. بیم از آن دارند که نه تنها از خانه‌هایشان محروم میشوند بلکه بیکار نیز میمانند. جواب بیکار میمونه آدم سرسام میشه. این لوجا شاید دوم نشود بهتر. جای خالی پول که بیاد. یک چه سر که بیاد. این مینه چه امیون میگیره. انا وای طرف میایستاد این طرف میایستاد. فقط واضح همین جور وای شد. دلیر قهارزاده رئیس جماعت یاوا میگوید عملی آنها قانونی است. روی گیم پلنی که موندگی اینها تصدیق کردگی پپریت کو رفته میگیره دوم. از بعدی اونجا با دوت دوم میشینه. این پری راوی هم با یک دوم. این همیشه رفته میگیره. خودش 4 شرکت روی نقشه که وای شدوست پیش بینی شدوست. اونجا این دوم وای بلندشونو وای میشه. کوشش بنیاد بناهای بلندشانه در این منطقه در حالی است که لوله آب و تشتاب ندارد و برقش محدود است. نظر بناکاران در این باره تا نشر این گزارش معلوم نشد. مسئله ساختمان بلندشانه ها در مناطق تاجیکستان اکثرا بحث برانگیز بوده است. حالا شرکت های بناکار به زمین های نزد شهری نیز توجه کردند. جماعت یاوا در کناره شهر خوجند جایگیر است، هرچند به ناحیه باوجان غفوروف تعلق دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. و یک خبر دیگر، یک مقام حکومت چین گفته است در افغانستان فعلا حدود 20 گروه تروریستی حضور دارند و وجود آنها به چین و کشورهای دیگری منطقه یک تهدید امنیتی می باشد. یو سیاویون، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، در مصاحبه با مرکز گفتگوهای بین المللی پکین تاکید کرده است که چین در پی نفوذ در افغانستان نیست، اما امید دارد که برای آینده این کشور یک دولت میانه‌رو و فراگیر تشکیل شود. و گفته است بسیاری از کشورها نگران تهدیدهای تروریسم از افغانستان هستند. سیاویون همچنین گفته است 20 سال قبل هنگام وارد شدن نیروهای بین المللی در خاک افغانستان تنها 1 یا 2 گروه تروریستی وجود داشت و با گذشت بیش از 20 سال شمار آنها تقریباً 20 عدد شده است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در حال از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرد که شب 17 به 18 نوامبر در حمله به ناحیه شمس الدین شاهینی تاجیکستان همرز با افغانستان 1 شهروند چین کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. وزارت کارهای خارجی چین این حمله را محکوم کرد و گفت کارمندان سفارت چین در دوشنبه را برای تحقیق به جای حادثه فرستاد. چین از مقامات انتظامی تاجیکستان خواست که حادثه را موشکافانه تحقیق کند و شهروندانش که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست چاره‌های امنیتی را رعایت کنند. و بینندگان ارجمند، برنامه در همین جا به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های از این بیشتر را همیشه می توانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهبان شما.